حساب کنید از همین چند فیصدش استحصال تاجیکستان است. حالا که همه چی را داره، تاجیکستان کشوری کمبغل نیست، همه چی را داره. ما کشورهایی است که هیچی ندارند لیکن پیشرفته هستند. برای چی ما پخت اعلی صفت استحصال میکنیم لیکن سری لباس خودمان را استحصال کرده نمیتونه؟ اما تکنولوژی واری کرده متخصص نداریم. یکی از وظیفه‌های افزایش‌ناک دولت در ساحه معارف، دریافت، دستگیری و رشد خوانندگان بالاخط میباشد. در ارتباط با این با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 یونیو سال 2014 برنامه دولتی دریافت و رشد استعدادها برای سالهای 2015-2020 قبول گردید. طبق طلبات برنامه مذکور در نزد ریاست‌ها و شعبه‌های معارف ولایت و شهر نایه‌ها 72 مرکز دریافت و رشد استعدادها تشکیل کرده شده است که در آنها 650 محفل فنی از روی 24 فنی تعلیمی با فراگیری 9610 نفر خواننده عمل می‌کند. با تأسیس یافتن مرکزهای دریافت و رشد استعدادها و مهیا گردیدن شرایط مساعد در مؤسسه‌های تعلیمی خصوصاً مکتب‌های پرزیدنتی و لیسه‌ها برای خوانندگان بالالیاقت دستاوردهای خوانندگان در المپیادهای بین‌المللی به مراتب افزوده است. اگر خوانندگان کشور سال 2011 در آزمون و مسابقه‌ها 96 جایزه گرفته باشند، پس سال 2019 خوانندگان کشور در المپیادهای بین‌المللی که در چندین دولت پیشرفته دنیا برگزار گردیدند فعالانه اشتراک نموده سزاوار 251 مدال از جمله 67 مدال طلا، 66 نقره و 118 مدال برنجی گردیدند. جهت فراهم آوردن شرایط باز هم خوبتر تعلیم و تربیت نورسان و جوانان حالا در شهر نایه‌های کشور با مبلغ‌زاری حکومت مملکت صاحبکاران و اهالی بنیاد سطح مؤسسه تعلیمی با صورت ادامه دارد. مسلم است که این نسل صاحب معرفت و دانشمند معین کننده و تشکل دهنده معرفت ملت می باشد. وابسته به این 3 سال اخیر با مقصد باز هم بلند برداشتن سطح معرفت ناکی مردم تاجیکستان و در نوبت اول نورسان و جوانان ذوق کتابخوانی، تقویت حافظه فرهنگی، دریافت چهره‌های نوی سخندان و سخنور از داشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی، رشد قابلیت ایجادی و گسترش احساس خودآگاهی و خودشناسی اهل جامعه آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار شده ایستاده است. در برابر آزمون مذکور اینچنین سال سیوم است که آزمون تاجیکستان وطن عزیز من جریان داشته برای کشف استعدادهای جوان نقش موثر گذاشته ایستاده است. آزمون مذکور سری وقتی بودن تشبث حکومت مملکت را ثابت نمود و نشان داد که نورسان و جوانان ما با کتابخوانی و ایجاد نمودن قابلیت و استعداد و شوق و ذوق زیاد دارند. فقط ضرور است که آنها دستگیری یابند و نیروی این طبقه فعال و سمت سازندگی و بنیادکاری راهنمایی کرده شد. چگونه همین ایده پیدا شد؟ قریب صبح منم 2 ایده در فکرم آمد، نوشته کردم. آزمون فروغ صبح دانایی تاجیکستان وطن عزیز من. نوشته کردم، صبح یاردمچی را دعوت کردم، سپارش دادم که آماده کنید. البته بعد اول آزمونی اول کمتر خطاگی‌ها شد، ما آن را اصلاح کردیم. هر یک کاری نو بکمودی نمیشد. هم تکنولوژی نو دم هم خیلی است. اصلاح کردیم. من اصلا حاضر با کاتگوریا جدا کردیم که کلانسالا نورسا را خلال نرسد. بیشتر نورسا وای کنند یا که جوان کنند. آموزگارم 70 در رفته است با کودکی که 7 ساله، 8 ساله، 10 ساله، 12
سال آموزگار با خواننده رقابت میکنند. از روی چی هم عدالت هم نیست. ما اینا را جدا کردیم. دیگر چیه؟ برای باز هم هوسمند کردن پدر و مادران در کنار میماند و آموزگاری که تربیت کرده است و تربیت خواننده‌ای که غالبی آزمون است در کنار میماند. ما برای آنها هم آموزگاران و پدر و مادرانی که چنین فرزندان را تربیت میکند هم از لحاظ مادی و معنوی باز در این آزمون آخران هم مبلغ جدا کردیم، هم آموزگاری که خواننده را تربیت تعلیم و تربیت میدهند. یعنی برای دستگیری کردن هم طرفا برای و ببینید چگونه استعداد است، چه سخنندان ها هستند. بعضا در من بنیاد با دقت گوش میکردم شبانه از بعضا چارابینی های تلویزیونی که نه آنقدر مضمون و مندرجه درست داشت، این چارابین این بینهایت بهترین بود. حتی هیئت جوری عالمان، شاعران زبردست جمهوری نویسندگان، عالمان اکادمیک شدند. طرز سوال دادن، طرز پرسیش با کودک خردسال از لحاظ آن که علاقه دور شدن از کودکی خودشان را فراموش کردند. با سیاست سوال می در وقتی بال دادن بها دادن کاری تو، لیکن در همونجا با حسین تلویزیون یا که پیش راهش گرفتن وای کود اولین بار آمده است، چون این سطح بلند باز ترسانه جسارت اینقدر سخنوری سخندانی کردن از خود کردن این کاری آسان نیست. برعکس دستگیری کردن مانده کن، هوسمند کردن مانده کن. برای همینم من قرار قبول کردم هر نفری که در آزمون اشتراک میکند و جای افتخار را سزاوار میشود به یگان امتحان صرف نظر باید 10 ساله است، 12 ساله است، 5 ساله است قبول کرده میشه. قبول با معنی که بعدی ختم حتما بعدی 10 سال 8 سال ختم میکنند مکتب میمیانند راهش سوید انتخاب میکند کدام اختصاصی را که خودش ذوق دارد به امتحان از حسابی کوتاهی کنید. سلام علیکم. سلام علیکم. من همین هر دو تشبوس در کتابخانه ها در انبارخانه های وزارت فرهنگ معارف کتاب نمان. در یک مهلت کوتاه 16 میلیون سامانی کتاب فروختن. کتاب نیست دیگر، مردم خرید. انا کو شاعر و نویسنده کو اهل ایجاده که قلم دارد ایجاد کند، آزاد. پرزیدنت تعریف نکند، پرزیدنت محتاج تعریف هم نیست. برای مردم ایجاد کن غذای معنوی تیم ملت نورس جوان کلانسال ما 30 سالگی قید میکنیم. کنی ایجادیات، کنی اثرهای نو. این زمان استقلالیت این نعمت بسیار مقدس و بزرگ برای ملت تاجیک است. کنی ایجاد، کنی حس ملی، کو حس افتخار ملی، کنی پاتریوتیسم. دولت داری کردن، زمام دولت داری را داشتن بسیار مشکل است. برای همین هم ببینید 1000 سال پیش سلاله دولت داری سامانیان چگونه از بین رفت. الان خطاگی ها بعدی 1000 سالها با سال 90 تکرار شد که ملت تاجیک پسر با پدر، پدر با پسر تیغ و کمان کشید با دست خارجگاه دشمنان خارجی. این خطاگی ها در راه دادن در کار نیست. نه با پایانتر تهدید و خطرهایی که کشور ما و منطقه را تهدید میکند و شما بار دیگر کشاد روشن جای پنهانی نیست. میگوید که مارگزیده از بندی اعلا میترسده. دایی من بندی اعلا را بینم که میکنم مار است. مار شما را یک بار سالهای 90
سخت گزیدند. صدها هزار 55,000 کودک عموما یتیم ماندند، بی پدر بی مادر میشد. هر ناحیه میرفتم 4-5 کودک جناب یالی این کودک در خانه من نه پدر داره نه مادر داره، همش کشته شدگی، تنها هست. چیکار کنم؟ زورم نمیرسد. بیار بیار بیار. تا حاضر یتیم پرورش کردیم. با قناعتمندی گفته می توانیم که امروز در کشورمان عالمان و دانشمندان صادق به علم زیادند و جوانان با استعداد با پیروی با آنها برای علم و هنر با جسارت خاصه وارد می گردند. ما از آنها در پیشرفت علم، فرهنگ و هنر بازیافت‌های تازه را انتظاریم، زیرا جوانان تاجیک وارثان میراث بزرگ علمی و ادبی و فرهنگی نیاگان نگنامه می باشند که نظیرش در جهان کم است. ما از جوانان کشور امید کلان داریم که وقت را غنیمت شماریده به خاطر آینده نیک وطن و پیشرفت دولت صاحب استقلال، آموختن علم و دانش، کسب و هنر، زبانهای خارجی و از خود کردن تکنیک و تکنولوژی های نوترین را وظیفه و مقصد و مرام هر روزه خود قرار می‌دهند. باید گفت که جهت دستگیری نورسان و جوانان با قرارهای حکومت مملکت یک چند شبکه‌های نوی تلویزیونی از جمله سال 2005 تلویزیون سفینه، سال 2006 تلویزیون کودکان و نورسان بهارستان، سال 2015 تلویزیون ورزش و در زمینه آن سال 2017 تلویزیون فوتبال و سال 2020 علم و طبیعت تأسیس داده شد. هدف ما از تمام تدبیرهای عملی گردیده این است که نسل آینده یعنی فرزندان ما بیسواد نمانند. یکی از سببهای اساسی میل پیدا کردن آدمان به خرافات، افراطگرایی و رادیکالیسم دینی محض بیسوادی است. ظهورات نامطلوب و خطرناک ذکر شده تفکر مردم، خصوصاً نورسان و جوانان کم تجربه را زهرآلود کرده آنها را به جهالت میبرند، زندگی جامعه را تیره و تاریک میسازند و باعث قفامانی دولت از راه پیشرفت میگردند. تکراراً تاکید می‌نمایم که خرافات جهالت است و جهالت به انسان غیر از بدبختی چیز دیگری دادن نمیتواند. امروز بسیار کشورها تکنیک و تکنولوژی ها را از دولت‌های از لحاظ علم و تکنیک پیشرفته خریداری میکنند، از جمله ما. برای چی ما نمیتوانیم که اقتدار ذهنی خود را به کار انداخته تکنیک و تکنولوژی های ضروری را ایجاد و استحصال کنیم تا اینکه دستگیری دیگران نباشیم. علم و دانش و سواد و معرفت مردم مخصوصا نورسان و جوانان را بلند برداشتن ضرور است. تاکید می سازم که با خرافات کسی به جای نمی رسد. بی‌طرفی نکنید، زیاده روی نکنید. بنابراین ما باید به تعلیم و تربیه نسل نورس اعتباری اولین درجه دهیم. مخصوص تاکید می سازم که نقش پدر و مادران در این مسئله بسیار مهم و حل کننده می باشد. وظیفه والدین فقط به دنیا آوردن فرزند نیست، بلکه تربیه و فراهم نمودن شرایط برای تعلیم و رشد فرزند است. متاسفانه بعضی پدر و مادران فکری همه چیز را می کنند، غیر از مهیا کردن شرایط ضروری برای تحصیل کردن و سواددار شدن فرزند خود و این کار را به مکتب و آموزگار حواله می کنند. طی 10 ساله آخر من همچون راهبر دولت با 16 سند F 160,000 نفر شخصانی را که
جنایت صادر کرده حبس شده بودن عفو کردن. 160,000. حالا باز هزارها نفر دیگر در محبس قرار دارند. قسم زیادی آنها جوانان میباشند. همه آنها نیز پدر و مادر داشتند، ولی چنین والدین فرزندان خود را از خردسالی بی تربیت گذاشتند. چنین حالتها نیز به قید گرفته شدند که بعضی شخصان عفو شده بعد 1 ماه باز جنایت صادر کرده پس پنجره میروند. کتاب خواندن در کار، کتاب‌های بدیهی خواندن در کار. و بینه بچه‌هایی که در آزمون فروغ صبح دانایی اشتراک کردن، من ذوقم به سخنرانی آنها بسیار 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 احسن باور میکنید. زبان ادبی سخنوری سخندانی از خواندن ایجاد کردن هم همین وقت شرایط زمان استفاده کنید. همه چی در میرسید. بعد اگر سواد داشته باشید، حالا سرحدها یگان رول بازی نمی کند دیگر بین دولت ها. امروز در آزمون های بین المللی نمیگوید ملت که آزمون اعلان میکند اشتراک میکنه. علاقه 10 نفر 100 نفر فرزندان ما علاقه در سازمان های بین المللی دیگر راحت یافتند، غریب آمدن، رفته کار و فعالیت که معاش بلند. نمیپرسد ملت چی از کدام دولت. یعنی سواد داشتن در کار، علم آموختن در کار، زبان آموختن در کار. صدها نفر جوانانی که در جنگ‌های خونین کشورهای دیگر اشتراک کرده، یک قسمشان کشته شدند مگر پدر و مادر نداشتند. خاطرسان می‌سازم که وظیفه دولت نه جزا دادن آدمان، بلکه فراهم آوردن شرایط برای تعلیم و تربیت، کسب و هنر آموزی و زندگی و فعالیت آرام و آسوده هر یک شهروند میباشد. لیکن پدر و مادران نیز در برابر دولت و حتی بیشتر از دولت برای تعلیم و تربیت فرزندان خود باید مسئولیتی بلند داشته باشند. پدر و مادران محترم ما اینچنین وظیفه دارند که با مسئله به زندگی مستقلانه آماده کردن فرزندان خود بسیار جدی مناسبت نمایند. طبق معلومات در 3 سال و 4 ماه اخیر در کشور 252,000 عائله عقد نکاح به قید گرفته شده است. ولی در همین دوره قریب 38,500 عائله های جوان پاش خوردند که نهایت تشویش آور میباشد. نخواهم مقایسه کنید. اکثریتش چی؟ با حیات مستقلانه آماده نیست. دیگر حالت نگران کننده نکاح خویشتباری نزدیک می باشد که پدر و مادران نباید آن را نادیده گیرند. طبق معلومات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی در 3 سال اخیر از 9.5% تا 13% کودکان در چنین عائله ها معیوب تولد شدند. یعنی از 113 کودک، از 113 ما ساخته ایستادیم خانه‌های برای معیوبان از تولد شدگی. لیکن عقوبت چی می شود؟ عائله ها بدبخت می شوند. نه خود دیده دانسته ما آینده این فرزند خود را بدبخت سازیم. من در شهر نایاب با من مراجعت میکنم وقتی از یک عائله 3 فرزند 4 فرزند و دعوت میکنم برای چی باشه هر یک چون نمیتوانند در عربچه بعضنش در جاگاه یک جای خواب برای چی؟ چرا بری چیکار کنم که وقتش پدر و مادرم اینم گهواره بخش گفته اینم فلان چرا وای کرد کنی فایر دعوت پرتافته رفت مورا. مخصوصا جوانان من در نظر در قانون ما خیش تباری نزدیک هست تیپ خود را میسنجند. خودتان به دست خودتان بدبخت نسازید. من میفهمم حس میکنم در یک عائله که یک معیوب باشد ببینید وای عائله چگونه احساس میکنند هر روز یکی فرزندش در بالای جاگاه است یا یکی معیوب است چگونه احساس میکنند خوشبخت است. حاضرین گرامی
برای بررسی و حل مسائل جوانان و اشتراک فعال آنها در حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور سال 2015 شورای ملی کار با جوانان در نزد پرزیدنت تاجیکستان تأسیس داده شد. ماه می سال 2016 جلسه نخستین شورای مذکور برگزار گردید که در آن مسائل مربوط به حیات و فعالیت جوانان، تطبیق سیاست دولتی جوانان، رفع کمبودی‌های جای داشته، دستگیری ساحه ورزش و ترغیب طرز حیات سالم بررسی گردید. شورای مذکور که در نزد رئیسان ولایت و شهرنمایان نیز تأسیس داده شده است، همچون یک میدان مهمی بررسی مسئله و مشکلات ساحه جوانان، دریافت راه‌های حل آنها و دستگیری تشبس‌های سازنده جوانان وسیع استفاده کرده می‌شود. وابسته به این تاکید می‌سازم که ما تشبس و پیشنهادهای سازنده جوانان را همیشه دستگیری نموده برای عملی گردیدن آنها تمام امکانات را فراهم می‌سازیم. ما امید داریم که جوانان ما همچون طبقه از همه فعال جامعه می‌بد نیست تشبس‌های سازنده را عملی می‌نمایند، دستاوردهای استقلال دولتی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی را حفظ می‌کنند و در حیات سیاسی و اجتماعی دولتمان باز هم فعالانه شرکت می‌ورزند. تنها به خاطری که عائله‌های جوان خیلی زیاد بودند احساس می‌کردم در یک عائله تا 3، 4، 5 عائله بودند زمین نمی‌دادند برای بنیاد خانه اقامتی. در تمام 75 سال زمان شوروی به مردم 73,000 گکتار زمین داده بود. در زمان استقلالیت 130,000 گکتار زمین برای بنیاد خانه‌های اقامتی به مردم تقسیم کرده دادند. 130,000 قریب 2 برابر. قابل ذکر است که ما اشتراک فعالانه جوانان مملکت را در ساختمان انشاءات عظیم و تقدیرساز کشور از جمله نیروگاه برقی آبی راغون و در تمام کارهای بنیادکاری و سازندگی بر علا مشاهده می‌نماییم. از 11,000 نفر بنیادکاران انشاءات عظیم عصر نیروگاه برقی آبی راغون بیش از 40% جوانان تا 30 ساله می‌باشند. صف جوانان در ساحه‌های دیگر از جمله صنعت و ساختمان، معارف و تندرستی و کشاورزی نیز طرف افزایش یافته ایستاده است. سهم جوانان در حفظ مادر وطن شایسته تحسین بوده. آنها در تمام جزء طام‌های قوه‌های مسلح و دیگر ساختارهای قدرتی صادقانه خدمت می‌کنند و در حمایه سرحدی دولتی نیز نقشی بزرگ دارند. امروز قسم اساسی خدمتچیان حربی و کارمندان مقامات حفظ حقوق را جوانان تشکیل می‌دهند. افتخار دارم که جوانان با ننگ و ناموس ما دوام دهندگان کار و فعالیت نسل کلانسال، نیروی توانا و اقتدار واقعی پیشرفت جامعه یعنی آینده دولت و ملت میباشد. از این لحاظ فراهم آوردن شرایط مساعد برای فعالیت آنها می‌بد نیست همچون یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک و مهمترین سیاست دولت و حکومت تاجیکستان باقی می‌ماند. یکی از سمت‌های اساسی دستگیری جوانان اندیشیدن تدبیرهای ضروری دایر بر رشد ورزش و ترغیب طرز حیات سالم میباشد. زیرا ورزش مهمترین شغل انسان قبل از همه جوانان بوده، واسطه مؤثر بهداشت سلامتی و تبلیغ طرز حیات سالم به حساب می رود و برای تحکیم دوستی آدمان معرفی دولت و ملت در عرصه بین المللی نقشی بزرگ می بازد. ما در زمان صاحب استقلالی با مقصد بلند برداشتن صبرناکی نظامی تربیت جسمانی و ورزش یک سلسله سندهای معیاری حقوقی تنظیم کننده فعالیت ساحه را تهیه و قبول کرد. سندهای مذکور به تشویق و ترغیب طرز حیات سالم، عمومی گردانی ورزش، بنیاد انشاءات ورزش و برگزار کردن مسابقه‌های جمهوری و بین المللی مساعدت نمودند.
ورزشکاران تاجیک تنها در 5 سال اخیر در مسابقه‌های بین المللی زیاده از 2700 مدال از جمله 783 طلا، 759 نقره و 1175 برنجی به دست آورده. به شرافت پیروزی آنها پرچم دولتمان بارها در فضای بین المللی پرافشان گردید. با مقصد رشد همه‌جانبه ورزش سال ششم است که جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به غالبان مسابقه‌های بین المللی سپاریده می‌شود و تا امروز 184 نفر ورزشکاران که نام تاجیکستان صاحب استقلال را در عرصه بین المللی معرفی کردند در حجم عمومی قریب 4 میلیون سامانی سرفراز گردانیده شد. در نتیجه توجه دائمی حکومت به این ساحه مهم، حالا شماره مکتب‌های ورزش به 128 ورزشگاه‌ها، به 124 میدانچه‌های ورزش، به 7301 تالارهای ورزش، به 1807 حوض‌های شناوری، به 92 و انشاءات مخصوص ورزش به 792 رسیده. با کار آغاز کردن قصر تنیس و مجموعه ورزشی آبی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه امکان برگزار نمودن چهاربینی‌های سطح بین المللی را فراهم ساخت. ورزشگر در کارکن. ورزشگر شهر دوشنبه بیش از 1 میلیون اهالی دارد. باغ‌ها برای ترینکور برای وای کردن ما برای مردم کردیم. ما می‌بینیم صبح برای وقت می‌خیزن باغ‌ها خالی، بیگار نگاه می‌کنیم باغ‌ها خالی، میدانچه‌ها خالی، میدان‌های ورزشی خالی. تیم سلامتیتون را نگاه دارین، قدم زنین، حرکت کنین. بسیار مریضی از بی‌حرکتی است. مخصوصاً مردمی که در آشیانه‌های بلند زندگی می‌کنند. این رو چیزها را گلگشت چیار برای گشتن است، برای حلاوت بردن است، برای سالم گردانی بدن است. صبح برخیستن فیض برکتش دیگر است یا نه؟ اینا همش برای شما. 12 باغ، حاضر یک باغ کلان دیگر در نقشه داریم. همه اینا را ما بنیاد کردیم با شرط برای شما، برای مردم و کردن. زیباگردانی من اهمیت میدم، نهال شنانی، سبزکاری. خب ما شما هم در یک جایی باید خدمت کنیم. رحمت بسیار البته از 10 سال پیش خیلی فرق میکنند. آداب، مدنیت. شهر دوشنبه شهر بی خطر شبانه اینا با سازمان‌های بسیار بین‌المللی با نفوذ این خوب است. این نشانه آداب و اخلاق مردم دارند. برای مقایسه خاطر نشان می‌سازم که شماره عمومی انشاءات ورزش از 1000 انشاءات سال 1991 به 10220 انشاءات در سال 2020 رسانیده شده است. یعنی شماره انشاءات ورزش در دوران صاحب سال بیش از 10 برابر زیاد گردیده است که این نشان دهنده گواهی واضح غمخواری دولت نسبت به جوانان میباشد. علاوه بر این در نزد 2500 مکتبی در زمان استقلال ساخته شده، همه مکتب‌ها یک تالار ورزش و میدان ورزش نیز بنیاد شده است. 2500. تنها سال 2020 یعنی سالی که با سبب پاندمی کرونا ویروس شرایط مشکل اقتصادی و مالیوی به میان آمد، برای نورسان و جوانان در شهر نایای کشور 147 انشاءات ورزش با مبلغ 1 میلیارد و 63 میلیون سامانی ساخته به استفاده داده شد. با استفاده از فرصت به همه صاحبکاران باننگناموس و شخصان سخاوت پیشه که در بنیاد انشاءات زمانوی ورزش یعنی فراهم آوردن شرایط بهترین برای نورسان و جوانان وطن و دستگیری ورزشگران سهمی بسا ارزشمند گذاشتند، سپاس و منتداری بیان می‌نمایم. ما تصمیم داریم که در آینده نیز
با عاموی‌گردانی ورزش و تبلیغ طرز حیات سالم دقت اولین درجه داده برای تربیت ورزشکاران کسبی و سالمی اهل جامعه شرایط باز هم بهتر فراهم آوریم. کمیته کار با جوانان و ورزش را ضرور است که یکجا با کمیته ملی المپی و فدراسیون‌های ساحوی نوع‌های مختلفی ورزش را وسیع جاری کرده جهت برگزار نمودن مسابقه‌های ورزشی تدبیرهای عملی اندیشد. در رابطه با این تاکید می‌سازم که راهبران و مسئولان ساحه باید به کلاً بهتر کردن فعالیت بعضی فدراسی‌ها، تربیت کردن و به کمال رسانیدن ورزشکاران کسبی، استفاده ثمرناک انشاءات ورزش و نگاهبینی آنها اعتبار جدی دهند. بعضی نمودهای ورزشی است که عموما خراجات زیاد را طلب نمی‌کنند. سقابازی حالا همقدر زیاد لیکن مسابقه شان نمیگذارانیم، فدراسیش نمی یا تنیس اینقدر میدان‌های تنیس ما وای کردیم یا ولسپیدرانی در زمان شوروی تاجیکستان حدودش برای آماده کردن کمند یکچین سر آماده در اینجا شوروی مای میکردن. اگر باید باشد چی طرفی وادی وحش من فخرآباد چی طرفی چهارمغز شرشر ولسپیدرانی در زمان در تابستان بهار و تابستان وای میکردن مشق میکردن. یا که آبانبارهای ما درباره ورزش قایقرانی اینقدر آبانبارهای بزرگ هستند. بسیار نمودهای ورزش است که یا که ورزش سبو اینقدر تالارهای ورزشی داره، بسکتبال، والیبال، نه اونقدر خراجات های زیاد، شرایط ها مهیا است. دوستان عزیز، وقتی ما جوانان را امید فردای کشور، نیروی سازنده و ذخیره استراتژی دولت و ملت مینامیم، این سخنان تنها شعار نبوده بلکه محض به جوانان وابسته و پیوسته بودن آینده دولت و ملت را همچون یک واقعیت بیان می نماید. زیرا دولت و ملتی که درباره نسل جوان خود اندیشه می کند در اصل آینده خود را تأمین و استوار می سازد. محض به همین خاطر در یکی از سخنرانی‌های خویش گفته بودم که رو آوردن و جوانان رو آوردن به آینده می باشد. می خواهم این اندیشه را امروز نیز تاکید نمایم، چون که ما جوانان را واقعا هم نسل آینده ساز، صاحبان فردای وطن و دولت می دانیم. همین خیر است ما دیده دانسته تیار کنیم. شما بر این جوانان با ننگ و ناموس وطن دوست حسی بلندی ملی داشته، بنیادکار، سازنده، صاحب دولت بودن، صاحب وطن آزاد بودن، وطن عزیز چون تاجیکستان داشتن هر کس میسر نمیشه. با در نظر داشت همه این دلیل ما با کارهای راهبری پیشبری نمودن جوانان صاحب معرفت و بلند احساس، صاحب کسب و زباندان